جسد حکم‌شاه سعیدов ساکنی جماعت یزدگلام ناحیه ونج را بعد 11 روز از زیر ترمه بیرون آوردند. نزدیکانش به رادیوی آزادی گفتند که جسد او روز 27 ینور دفن کرده خواهد شد. حکم‌شاه سعیدov 27 ساله نصف روزی 15 ینور برای شکار کپک از خانه بیرون شده در 3 کیلومتری دهه‌شان زیر ترمه مانده است. این جوان 1.5 سال قبل ازدواج کرده، پسرش 6 ماهه می باشد. قبلا امیرشاه سعیدов پدر حکم‌شاه در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که با بیل و کلند پسرش را می جویند. وی از آن شکوه داشت که مأموران نجات به کمکش نآمدند، در حالی که ترمه 100 متر طول و تقریباً 20 متر بلندی دارد. اصلانشاه خدائیف سردار اداره حالتهای فوق‌العاده ناحیه ونج به رادیوی آزادی گفت مکانی که حکم‌شاه زیر ترمه مانده بود از مرکز ناحیه ونج دور است و امکانی بردن تکنیک وجود ندارد. تاجیکستان هر سال در فصل زمستان شاهد برفریزی شدید و ترمه‌فرایی و در اول بهار و تابستان شاهد آمدن سیل می شود. آفت‌های طبیعی سالهای اخیر باعث به هلاکت و بیخانه و در ماندن ده‌ها نفر شده است. در پی برفریزی شدید و فرآمدن ترمه در 2 هفته اخیر در منطقه شمال و ولایت بدخشان 5 نفر جان خود را از دست دادند. در یک حادثه در ناحیه اشکاشم ولایت بدخشان پدر و پسر به هلاکت رسیدند که مشغول تازه کردن راه‌ها